در شخصی که oila دارد و زنا میکند آیا نکاحش بریده میشود یا که نه؟ اگر در حالت زنا خداوند جانش بگیرد چی یک عذابی عقاب سخت. اگر گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی زنا میکند بالاخره ایمانش بالای سرش مثل سایه میستد. بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادری سوال دادین که اگر شخصی که oila دارد و زنا میکند آیا نکاحش بریده میشود یا که نه؟ برادری عزیز، نکاح کو بریده نمیشود. نکاح کو بریده نمیشود، اما شخصی که oila دارد و زنا میکند در حیاتش یک بدبختی پیدا می شود. در حیاتش یک بیفیضی و یک کسرتی پیدا می شود. امروز آدم ها را همین یک چیز می ترساند که همین مقصد زنم طلاق نشوه گفته همین سوال برای اونها مهم هست و تمام. اینو نمیدونن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه لا یزنی زانی حین یزنی فهو مؤمن. آیا شخصی که زنا میکنه در حالت زنا خیال میکند که و ایمان دارد؟ یعنی پروا ندارد که مثال این آدم ایمانش از اون بیرون میشود. این آدم مثال در فکر آن نیست که اگر در حالت زنا خداوند جانش بگیرد چی یک عذابی عقاب سخت، چی یک شرمندگی هست برای آن آدم. زیادتر تشویش دارند که آیا همین زنهای ما طلاق می شود یا که نمی شود. از روی اسلام زن طلاق نمی شود، زیرا یگان عملی که زنی تو را بگیم به سبب آن همسری تو طلاق شود نشده است. لیکن یقینا بدان برادری عزیز که تو زیر لعنت الله قرار گرفتی. تو یک عملی میکنی که تصور کن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه در حدیث مبارک فرمودن، خب از پیامبر پرسید از صحابه گفت که یا رسول الله ای ذنب عند الله اکبر، بزرگترین گناه نزد الله کدام گناه است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان تجعل لله ندا و هو خلقک. در برابر خدا کسی را گفتن اگر تو عبادت کنی کسی را شریک بیاری در صورتی که الله تو را خلق کردن. قلت ثم ای، و بعدا کدام گناه؟ گفتن ان تقتل والدک خشیت ان یطعمه. خب خشیت ان یطعم معک، فرزندی خود را کشتن از ترسی که اون با تو خواب خوراک میخورد. قلت ثم ای، بعدن کدام گناهی هست که خب گناه کبیر به حساب میرد؟ میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان تزانی بحلیلت جارک، با زنی همسایت زنا کردن. یعنی نظر کن که امروز اگر یک آدم با زنی همسایت زنا میکند و این را برای اون روا میبیند، روزی میافتد که با زن این اونها مردها را زنا میکنند. این یک چیزی هزل و شوخی نیست برادران عزیز. کما تدین و تدان میگه چگونه ای که معامله میکنی همون معامله را منتظر باش. کدام آدم دوست میدارد که خب با همسری اون یک مردی بیگانه گفته رفت آی کند، یا اینکه با دختری اون این عملی بد را کنند؟ هیچ کس دوست نمیدارد. به خاطر از اینه که آیا زنی من طلاق می شود یا که نمی شود، از این دیده ما باید که این طرفاش زیادتر فکر کنیم. باید که این جاهاش ما بسیارتر تشویش داشته باشیم که امروز من این عملی بد را با اون زن کردم، الله من از بالای من خشمگین هست. خب امروز من این عملی بد را کردم، پگه همین عمل بالای فرزندهای من نشود، بالای عائله من نیاید. این زنا را من کردم، آیا ایمان دارم من ندارم؟ که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن
اذا زنى العبد خرج منه الایمان فکان على رأسه كظلمة فاذ اقلع رجع الیه. اگر گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی زنا میکند بالاخره ایمانش بالای سرش مثل سایه میستد. خب اگر که اون بنده توبه کند که رجوع کند و بس کند بالاخره ایمان با وی میگردد. اگر اون رو همون حالت ده انسان زنا را درست شمارد و حلال داند، اگر در همون صورت خدا جانش بگیرد و آدم به ایمان از دنیا میگذرد. شما نظر کنین که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اذا ظهر الزنا والربا فی قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، رواه طبرانی. در جایی که گفتن اگر ربا و زنا گفتن اگر که خب رواج یافت پس این قوم عذاب خدا را بالای خود روا دیدن، عذاب خدا را بالای خود حلال دانستن. به این خاطر برادر عزیز همسری آدم طلاق نمی شود، این یقینا طلاق نمی شود، لیکن باور میکنی با از این ده بدبختی های زیاد زنا بالای اون اویله میارد. دیگر اون مرد به قدر می شود، زیرا که وقتی انسان که از خدا که نترسید دیگر همون زنم از اون بیزار، از زنم دیگر احترامش نمیکند، دیگر اون فرزنده رو احترامش نمیکنند. و آدم زیناکار یک آدمی هست که رزقش کم می شود، نورش کم می شود، عمرش کم می شود، همتش کم می شود، قدرش کم می شود. این طرفاش زیادتر باید که انسان در من پیش از آنی که زنا میکند فکر کند. حالا تو خودت را زن داده است، زن گرفتی، همون بگیم با زن خودت نزدیک کن، چیکار میکنی؟ با میره با یک زنهای دیگر مثال آدم حرامی میکند. اگر که یکم بیماری شای چی، یکم کسلی بدبختی را گرفته با آورده زن تم کسلی میکنی، خودت هم کسلی میشی. حالا من سخن را دراز نمیکنم، این زنا یک چند بدبختی ها دارد که از این چیز برادری عزیز و کدام برادری که به این عمل زشت روبرو می شود و می کند دست بکشد، توبه نصوح کند، از خدا بترسد. اما نکاحش بریده نمی شود، لیکن از اون دیده باز هم بدبختی زیاد چنانه که ذکر کردم در حیات اونا، در دیانت و در ایمانش می درآید. و صلی الله علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.